اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، دین مبین اسلام دین است که ما و شما را به بهترین اخلاق دعوت می نماید و اخلاق را یکی از بهترین عملها و یکی از وزنین ترین عملها در روز قیامت شماریده است. اخلاق نکو یکی از عملهای هست که پله ترازوی مسلمان را در روز قیامت بسیار وزنین می کند تا مرتبه مسلمان بلند گردد و اخلاق زشت باشد انسان را از اجر و از حسنات و از فضیلت ها محروم می نماید. مادامی که اخلاق زشت اینقدر به حیات انسان، به آداب و اخلاق و آبروی او ضرر دارد، اخلاق زشت و ذمیمه را دین مبین اسلام حرام گردانیده است. از جمله اخلاقی که دین مبین اسلام آن را حرام گردانیده است، این خودپسندی و مغروری می باشد. این خودپسندی و مغروری را در شریعت عجب گفته می شود که خداوند بزرگ از این گناه زشت ما و شما را نگه بدارد. عجب یعنی خودپسندی و مغروری یکی از اخلاقهای بد و زشت و یکی از گناههای کبیره می باشد که انسان را به غضب الهی و به عذاب الهی گرفتار می نماید. همچنانه که الله سبحانه و تعالی در کتاب پاکش در قرآن کریم خودپسندان و مغروران را نهی نموده و آنها را به عذاب خود گرفتار نموده است. همچنانه که درباره قارون الله سبحانه و تعالی میگوید استعیذ بالله انما اوتیته علی علم عندی. قارون را وقتی که خداوند مال و اموال فراوان داد، او مغرور شد به این عطا و فضل الهی را فراموش کرد و گفت که این مال و اموال را با علم و تجربه و کاردانی و کارچلانی خود به دست آورده ام. نگفت که این مال و اموال را الله رازق و خالق به من فضل و کرم نموده است. پس با این مغروری و خودپسندی و به تهمت پیغمبر الهی دست زد، چنان مال و اموال خداوند به قارون داده بود که هوس او را مردمانی ساده میکردند. همچنانه که الله سبحانه و تعالی این شخص را جزا داد، استعیذ بالله فخسفنا به و بداره الارض. الله سبحانه و تعالی میگوید این قارون را با خانه و مال و اموالش به زمین فرود بردم. خداوند پناه بدهد دوستان عزیز، یعنی همیشه از اخلاق ذمیمه، خودپسندی، مغروری، کبر دور بودن در کار است که تا اینکه غضب الهی فرود نآید. دوستان عزیز، بعضی کارها است که سبب خودپسندی و مغروری انسان میگردد. یکی از اینها جهل به طبیعت انسانی خود. ما و شما باید در همیشه نفس خود را تحلیل و تدقیق نماییم، کوتاهی ها و کمبودی های او را بدانیم و اگر این نفس را ما تحلیل و تحقیق ننمودیم، از خطاهای او آگاه نشدیم، این یک سبب گرفتار شدن انسان به خودپسندی و مغروری می باشد. دومین سبب خودپسندی و مغروری تعریف و توصیف می باشد. برای همین هم مرد یک انسان را بسیار تعریف زیاد کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لقد قطعت عنقه، گردن برادرت را بریدی تو با این سخنهایت. یعنی بعضی وقت انسان به تعریف و توصیف زیاد را برداشت کرده نمیتواند، دیگر خود را چی حساب میکند و به چی درجه ها رسیدگی میپندارد و به چی اعمال زشت دست میزند. خدا پناه بدهد. دیگر سبب خودپسندی و مغروری این محیط می باشد. اگر خدا پناه بدهد انسان در محیط و اطرافیان و نزدیکان و رفیقان با آنها زندگی بکند که آنها مغرورند و خودپسندند، مادامی که آنها را اصلاح نمی کند، از این عمل زشت خود را نگاه نمی دارد، روز احتمال زیاد دارد که به خودپسندی و مغروری مثل آنها گرفتار بشود. دیگر سبب خودپسندی و مغروری را این کار و وظیفه می باشد که بعضی وقت کار و وظیفه را وقتی که خداوند به انسان می دهد
که مسئولیت است که از او پرسیده می شود انسان و از هر یک زیر دست خود پرسیده می شود. وقتی که انسان این چیزها را، این نکته های زیبایی را که خدا و رسولش برای ما و شما بیان نموده است برای اصلاح و پاک نمودن ما و شما، وقتی که این را فراموش میکند میگوید اوه من چقدر زور هستم، قدرتمندم و غیره و غیره، چقدر کارگر دارم، چقدر تعریف و مداح و توصیف کننده و لگم بردار دارم گفته با توصیف آنها داده مغرور می شود. همچنانه که فرعون را هامان مغرور کرد و او را به خودپسندی کشانید و او را نصیحت نکرد و گمراه شد، این طور بعضی وقت انسانهای مداح، انسانهای منصب طلب و هدف دار میخواهند که با این سخنهای دروغ و تعریفهای به محل و احمقانه خود انسان را به خودپسندی و مغروری بکشانند.